بهشت و دوزخ با هم دیگه بحثشون شد. جهنم گفت فیه الجبارون المتکبرون، هستم که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده روز قیامت امت من 500 سال از تجار زودتر وارد بهشت میشوند. جهنم داره میگه در من انسانهای جبار، متکبر، ظالم، سرمایه‌دار در منن. سبحان الله از کل جلدشون گلاب پمپاژ میشه تو فضای بهشت. نتیجهشه سوزش آتش جهنم، پوست جهنمیان سوخت، ما پوستشون و جلدشون رو عوض میکنیم تا عذابو بچشن. نگفته غل و غش و کینه و عداوت دشمنی، گفته نزعنا، من از سینه های اونها بیرون کشیدم جز لبخند چیزی. بهشت و دوزخ با هم دیگه بحثشون شد. جهنم گفت فیه الجبارون المتکبرون الظالمون الاغنیا. جهنم داره میگه در من انسانهای جبار، متکبر، ظالم، سرمایه‌دار در منن. بهش گفت فی المساکین المظلومون الفقراء، اما درون من مظلومین و فقرا و مساکین هستن. افتخار به ظالم نیست. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. امروز طب و پیشرفت علمی ثابت کرده که اعصاب انسان در پوست انسانه. 1400 خورده سال پیامبری که دانشگاه علوم پزشکی نرفته در قرآن گفته که اعصاب در جلد انسانه. خداوند میگه کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. وقتی که در نتیجه سوزش آتش جهنم پوست جهنمیان سوخت، ما پوستشون و جلدشون رو عوض میکنیم تا عذابو بچشن. نگفته گوشتشون. اگر یه آمپولی بر بدنت وارد بشه، اون لحظه ای که با پوست تماس میگیره احساس درد میکنید. وقتی تو گوش رفت دیگه میگه جلدشون رو عوض میکنید. و روح و ریحان و جنت نعیم و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. درباره بهشت میگه همش روح و ریحانه. پیامبر میگه وقتی بهشتیان وارد بهشت میشن، خداوند تسبیح خودش رو به اونها الهام میکنه. همینجور که تو بهشت میچرخن میگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تسبیح برشون الهام میکنه. هر بار که میگن سبحان الله از کل جلدشون گلاب پمپاژ میشه تو فضای بهشت. آیا رفتی خانه خدا بوسه بر حجر الاسود بزنید، احساس نکردی که اونجا همش بوی خوشه؟ از بس که اونجا عود و عنبر میکشن. اما بهشتیان وقتی که خداوند به اونها تو بهشت الهام میکنه تسبیح خودش، هر بار که بهشتیان میگن سبحان الله، این جلدشون، این سوراخ‌های جلدشون گلاب پمپاژ میکنه. سبحان الله، معطر میشه فضای بهشت با تسبیح خدا و اون گلابی که از بدنشون چه پمپاژ میشه. روبروی هم روی تختای بهشتی نشستن. خداوند غل و غش و کینه و عداوت دشمنی گفته نزعنا، من از سینه های اونها بیرون کشیدم جز لبخند چیز دیگی و بشاشیت و تبسم چیز دیگه تقدیم هم نمی کنن. روبروی هم رو تختای بهشتی نشستن، از دیدار هم سیر نمیشن. حالا که ما دسترسی به اونجا نداریم، ما را در اجر جهاد اونها سهیم بفرما و ما براشون دعا میکنیم و تو دعا رو میرسونید، دعا رو دست کم نگیرید. به فکر هم باشید. وقتی تو سجده هستید برای خودت تنها نه، صیغه جمع به کار ببر. اللهم انک عفو کریم حلیم تحب العفو فاعف عنا.
چه چیزی سبب شده که ما اینطوری بیایم اینجا؟ جا تنگه، جلو مسجد خیلی زیبا نیست، باز نیست یک فضای بزرگی که جلو مسجد، جا برای ماشیناتون نیست، جا برای بچه هاتون زیاد نیست که یک مهد کودکی یا مهد قرآنی مجلل 200-300 متر چند تا اتاق و سالن بچه ها برن اونجا بازی بکنن. ولی دل ما و شما که وسیعه. 3 نمونه امکانات داریم. اگر موفقیت به اندازه امکانات باشه این خودزرنگی نیست. اگر موفقیت کمتر از امکانات باشه این خیانته. امکاناتت خیلی عالی بوده اما موفقیتت کم بوده. اگر موفقیت بیشتر از امکانات باشه این همت عالی است. ما از امکانات کم بهره های زیاد ببریم، محبت هم دیگه بکنیم. اینجا کسی میزبان نیست و کسی مهمان نیست، همه ما فقیریم، در خانه غنی و بی نیاز آمدیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. الله فقط غنی است. این که به فلانی و فلانی و فلانی میگیم اینا جزء اغنیا هستن. اگر این مال و ثروت و مکنتشون اونها رو سرمایه‌دار معنوی نکند، اونها فقیرتر از فقیر هستن که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده روز قیامت امت من 500 سال از تجار زودتر وارد بهشت میشوند. تاجر ایستاده و حساب و کتابش داره میکشن. این از کجا آوردید؟ از راه حلال به دست آوردید؟ چه کار کردید؟ فلانجا زکات دادید ندادید؟ درست دادی درست ندادی؟ رفت. پیامبر همیشه صلی الله علیه وسلم دعا میکرد خدایا حب مساکین به من بده. اللهم انا نسألك حب المساکین. خداوند در قرآن میفرمایند اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. سبحان الله. اگر در مجلس خیری جا تنگ شد و جمعیت زیاد بود، اگر به شما گفته شد که یک کمی جمع جورتر بشینید، تفسحوا، تا مجلس بازتر بشه، عزیزی بیاد کنارت بنشینه، به جایی که پات اینطوری باز بکنید پاتو جمعتر بکن، خودت رو جمع جورتر بکن، فاصله ها رو بگیر. میگه اگر از تو خواسته شد که در مجالس خیر که جا تنگ فشرده تر بشینید، فشرده تر بشین. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. این آدابه. همه آداب، معاشرت، ارتباطات، جامعه شناسی، روان شناسی، همه و همه در قرآن آمده. میگه فاصله ها رو تنگتر بکنید تا جا بیشتر باشه. حالا نتیجهش چیه؟ میگه یفسح الله لکم. پاداشش این که خدا برای شما گشایشی ایجاد میکنه. اگر شما چند سانت برای برادرت جا باز کردی که کنارت در مجلس خیر بنشینه و لذت ببره، میگه خدا برای شما یک فسحه‌ای، یک گشایشی باز میکنه. قدرش نگفته یفسح الله لکم، محلش هم نگفته کجاست، قدرش هم نگفته، اندازش هم نگفته. یفسح الله لکم کجاست؟ اولین جایی که خداوند برای شما باز میکنه تو دل بندگان خداست. سبحان الله. تو وقتی برای برادر یک کمی جا باز کردی تو دلش جا گرفتید. نگاه کن خودش فشرده تر نیست تا من بشینم کنارش. پس این انسان بزرگی است، این دل بزرگی داره، دل رحیمی داره، این حسود نیست. اولین ویژگی این که تو دل بندگان خدا جا باز میکنید. دوم این که در قبر جا باز میشه، قبر دور میشه. در جایی که تو دوست داری خدا اونجا رو بر تو باز بکنه، باز میشه. یفسح الله لکم، در رزق و روزی، در علم و دانش، در تقوا، در خانواده، در دوست و رفیق، در همه چیز. پس عزیزان، چنین شبهایی کسی چپ چپ به هم نگاه نکنه.
چون دوست ندارید که خدا روش رو بر بگردونه. تحمل همدیگه رو داشته باشید، حوصله همدیگه رو داشته باشید، خیرخواهی برای همدیگه داشته باشید، دلسوزی برای همدیگه داشته باشید، محبت برای همدیگه داشته باشید. من از اون طرف خبر ندارم، از قسمت خواهرها خبر ندارم، خودشون خبر دارن همدیگه رو اکرام بکنن، احسان و نیکی در حق همدیگه بکنن. ما در همین یک سلام باقی مانده دعای ختم قرآن میخونیم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، یکی از حفاظ و مقرئین قرآن و قاریان قرآن، اولین صحابی که با صدای قرآن فریاد زد نزد کعبه و اونو خونالود کردن. وقتی که ختم قرآن میرسید قوم و خویشاشو دعوت میکرد که در دعای ختم قرآن سهیم باشن. حتی عزیزی که در این ختم اینجا نبوده امشب آمده، حتی عزیزی که شرکت نکرده امشب رهگذری رد میشده. این مجلسی است که هر کسی در این مجلس حضور داشته بی بهره بر نمیگرده. چه بسا امشب شب 27م در 7 آسمان خدا تا سدرة المنتهی باز نشه که تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر باشه. مگر دم عید نیست؟ مگر بازارا باز نیست؟ مگر شما بازاری نیستید؟ مگر فرصت فروشتون همین دم عید و تو عید و تو تعطیلات نوروز نیست؟ نه، رمضان هم فرصتی است برای فروش، برای خرید، برای معامله. اینجا بیزنسه، اینجا تجارته، اینجا تجارت لنتبوره. امشب 3,210,000 حسنه که هر حسنه ای 70 برابر میشه. 3,210,000 حسنه ضرب در 70 بکن، هرچی در آمد ثواب ختم امشبه. در روزهای عادی هر حسنه به 10 حسنه. در ماه مبارک رمضان هر سنتی معادل فرض و هر فرضی معادل 70 برابر. حسنات افزایش پیدا میکنه. 3,210,000 حسنه. اگر یه نفر برای شما چک بکشه الان چه؟ 300,000 تومان. خیلی خوشحال میشی. 3,210,000 حسنه. این غیر از نمازته. هرچی نماز خوندی ثواب فرض دارید. اگر دلت پر میزنه برای خانه خدا، مکه، کعبه، تو در ختم اونها هم شریکید. اگر دلت پر میزنه برای شهادت در اون گوشه دنیا، برادرمون عبدالستار هر شب در دعا میخونه که دعا برای مجاهدین میکنه در سوریه و در لیبی و در یمن و در همه جا و در عراق و فلسطین. بعد میگه خدایا شهدای اونها رو قبول بفرما، بعد میگه اونها رو نصرت بفرما، بعد میگه خدایا ما رو در اجر جهاد اونها شریک بفرما. ما دستمون بنده. 2 عبادت عبید، بردگان، اونا از ترسه. و 3 عبادت احرار و آزادگان، اونا از شناخته. از شناخت الله شناخته، به عظمت و بزرگی الله پی برده. بر مبنای این تشخیص و این شناخت حسن انتخاب داشته، عبودیت رو داره تحقق میبخشه. اصلا نه کاری به بهشت داره، نه کاری به حور بهشتی داره، فقط میخواد عبودیت رو به نمایش بگذاره. چون کامل تر از بهشت هم وجود دارد. کامل تر از بهشت این که انسان در رحمت ذاتی خدا وارد بشود. در بعضی از آیات قرآن
خداوند دعا رو یاد ما داده که ما را به رحمت داخل بکن. رحمت خدا ذاتیه، لاینفکه. خدا ارحم الراحمینه. پس اگر انسان به رحمت خدا داخل شد دیگه همه چیزه. در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، مار از حال بهشتیان ننگ آید. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. هر جایی که اونه اون بهشته. من یه چند سلامی بیرون ایستاده بودم پشت موتور کولر که بچه ها به ردیف درست روبروی موتور کولر ایستاده بودن، آخ نمی گفتن، سر و کلشون خیس عرق بود اما غرق در کلام خدا بودن. کسی نیامده اینجا که بگه حتما من باید جام اینجا باشه، روبروی کولر باشه. هر جا گیرش آمد. تو هر چه مسجد بزرگ درست بکنی، تو کشورهای خلیج مساجد خیلی خنکه، خیلی هم بزرگه، اما باور بکنید که شاید به اندازه جمعیت داخل مسجد، تو محوطه مسجد، تو پارکینگ، هر کسی سجاده آورده، سجاده رو انداخته، زن و مرد با اولادشون. انسان به خاطر خدا چند دقیقه جلو موتور کولر هم نیسته. اونهایی که تو زندانها اون علما بهشون برق وصل میکنن، ناخنشون رو بدون بی‌حسی میکشن و توی داغ رو صورت و کمرشون میذارن، آخ نمیگن. اونهایی که رو سنگ سرشون رو پرس میکنن تو کوه میندازن، آخ نمیگن. چطوری ما جلوی موتور کولر ایستادیم آخ بگیم؟ ولی ایثار به این معنی است که اگر دو سلام توی که داخلی خوندید بدونی که من بگم، برو بیرون دست اون برادرت بگیر، بگو هم تو بیا داخل، من برم جای تو. زیباست نه؟ خیلی زیباست. اونایی که پایین پله ایستادن، دو سلام هم شما بیاید اینجا جلو، ما میریم بیرون. این هوش اجتماعی رو دارید؟ این قاعده فهمی رو دارید؟